بچه ها چی کار میکنه؟ بچه نداریم، یک 3 تا دختر داریم، 2 ریزه، 1 شکر. دمی 75 سال چند روز خوش بودی؟ خوشی در دنیا ندید. در دنیا بغیر از عذابگی، بغیر از طوفانی. همه دنیا کدر که بود دنیا خوب. یاد از دوزخ ما بره، یاد از جنت ما. یک طرفه میشه؟ یک طرفه کموش. بازی بوتلا را که جمع میکنی پس مفروشی چی میبری خانه؟ نان خوش. نان خوش. چی از ای بوجی؟ کجا میبری آره باز؟ در چیز قلعه پتو. سودا میکنی؟ آره. خانه کجاست؟ خانه قلعه پتو. بچه ها چی کار میکنه؟ بچه نداریم، یک 3 تا دختر داریم، 2 ریزه، 1 شکر. خواه بچه نداری؟ نه. چه میگی؟ حال چند تا بوتل جمع کرده صبح تا بالا؟ همین 2 دانه بوتل جمع از صبح تا بالا؟ خب این چیه ای؟ یارم دیگه بسته کردی که جای فرار نکنه؟ نه ورود کنید. خب اینی برای بروت هستی برای ناخون از یا برای سیب و تربوز یا چاقویش هست مگم سیبش نیست. خب چند سال عمرت هست؟ عمرت چند سال هستی؟ عمر این سال در ماه حمل 75 پورا کردن. دمی 75 سال چند روز خوش بودی؟ او پدر جان همی خبر رو خدای پاک دبیری سرمایه و غیره که در راه کربلا اونموز خوش بدن دیگه ما خوبی بده دنیا ندید با خدای و غیر از آمد و غیر جوفا و غیر جان کنده اگر نه راست با خدای پاک برو باور دمه قواق دمی وطن خوشی را ندیدی؟ خوشی در دنیا ندید در دنیا بغیر از عذابگی بغیر از طوفانی. بچه پروردگار نصیبت نکرده یا؟ نه 2 تا نکرد خدا برده 2 تا دختر برده 2 تا باشه. این 3 تا دختر دیگه مانده. بازی بوتلا را که جمع میکنی پس مفروشی چی میبری خانه؟ نان خوش. نان خوش. خودم چیز که اگر کلتر شد که کچالو پچالو مبرم اگر نشد ندی. با چند نفر از در فامیل سیاسرها 4 تا از دیگه؟ آره 4 سیاسر خود نستم 5. کارگر خودت هستی؟ از خود. از خدا چی میخواییم؟ از خدا اول نگه ایمان درست میخوای من ایمان در دنیا بسیار عذاب ایمان دیگه بیرون نگیسی بوله دنیا دمه بشه. خداوند او دنیا را خوب کنه دیگه این دنیا خوب. او دنیای مرا خوب. خود از آخرت از دنیای ولی دنیا خوب ترس. دامت کردم جان کن چوپانین کردم آسیوانی شما که ندیدیم وطن. دیدیم آسیوانی کردم دیخانی کردم نشد بعد من فرار کردم خود کابل آمد. کابل آمده میز مرا 8 سال 8 سال 9 سال اکنون سال میشه این آمد این بوتر گفتم دیگه از آمد نمیتونم بخش کاری. حال چرا تو یک دفعه دلت پر میکنه؟ چرا گریه میگیری تو کوکو؟ عذابگی دنیا در دنیا بسیار دادم بچه عذابگی دنیا طوفانی دنیا بسیار یا اگر در دنیا بغیر در راه کربلا بغیر دیگه اون نزول را دیگه شکم ها پر نشد از شکم پر نشد. حالی دنیا بر چی هسته؟
این دنیا در ما دوزخ. این دنیا در ما دوزخ. اکو یه چیز نه. آخرش چی میشه؟ آخرش با خدای پاک خودش معلوم. نه آخر آدم کجا میره؟ به زیر زمین. نه. با او دنیای ابدی. ابدی. اونجا با چی گپ میشه؟ اونجا برو پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. محمد صلی الله علیه و سلم از چیزی که او مصلحت دید. نوکران برادر خداوند پاک ملائکه ها چیزی که مصلحت مره، چیزی عذابی کردن، چیزی که مفتی کردن، چیزی که دوزی کردن، چیزی که نکردن. نه سوال جواب از دیگه. سوال جواب حالی دنیا سخت است یا او دنیا؟ همه دنیا کده که او دنیا خوبه. نه. یا از دوزخ مبره یا از جنت مبره. یک طرفه میشه. یک طرفه کموش. همه قصد بیره. خلای پاتو کجا؟ دنیا کجا؟ بیگرد. کل دنیا این سواد دودن از وطالا پیدا کرد. و هم پیدا هم نمیشه. ای باز کیلوگاکی فروخته میشه؟ دانه است چی رقم؟ کیلو نه 15 روپیه سودا میکنیم. چیز دروغ بگم از تو. جمع میکنیم کیلو نه 15 و سودا هم بگو یک 8 نان یک 7 نان یا یک 9 نان کدام وقت کلتر همینجا همون مسلمان ها دکاندار ها که دست و همینجا با میگه بطل هم ترا اون رو پیپسی اون رو میگم سودا میکنیم یک کمانان میگم سیاسی رو دیگه پاک چی انتظار است توی باش بابای نان میاره؟ ایره پاک انتظار اول انتظار با خدا و زهرا دختر امیر المؤمنین بله دیست و دامان از اومیه سین نگیست دیست از ماید که یک پدر مای بله یه نقاون داره نشام داره ایک چیز بزید خداوند پاک اما زنکه میگه زنکه هست اما یک برار یا خور نداره الله اگر دا خدا اعتبار کنی تو سردر کنی از طرف برادر ما رحمان دلجو کود نمبرش 4444 است کشورش هم نمیفهمم 4000 افغانی است ایره بگی بخیر باز خانه سودا ببر خو چیز خداوند تو در دنیا خار باشی سلامت باشی خدا رو لیتر برادر شده از یک بک هزار برادر سلامت باشی نه 1000 2000 3000 4000 خیلی ایره در یک جیبت خوب صحیح بان صحیح از امروز از کار تیر شده که در یک موتر بیشی مستقیم دیگر رفتم اکو دیگر علمی روزی مرد پروردگار از بلند سیاه کرده در زمین ما را داد بله از راه دور آمده ای پیسه خوب هم برادر ما را با رحمان جان دلجو را دعا که خوب همیشه کمک میکنه خدا خیر نصیبش کنه با امید اگر یک خلیلی کثیری اول از خدا و پیغمبر امر آمده ببینید که پدر مادر من نماز روزه یاد داده دعا میکنم که خداوند پاک او را تصویر کنه در دنیا برادر خارج بوجی تبان که کل ما یک دست دعا بالا کنیم بیادرام است اینجا بیا پروردگار عالم از این بدبختی و بیچارگی کل ما و شما را بکشه مردم های است که یک توتنان برای خوردن نداره خداوند پاک از دربار غیب خود وسیله کل ما را کنه مریضای ما را شفای عاجل و کامل نصیب کنه بندیای که ناحق بندی از پروردگار عالم دیگه از بند رهایشان کنه کسایی که مسافر داره به وطنشان برگردانه و کسایی که مریضی داره که شفایش جز پیش الله پیش دیگه کس نیست پروردگار عالم دیگه زمو دروازه غیب خود شفای عاجل کامل نصیبش بگردن و خداوند پاک در وطن ما یک آرامی ارزانی که مردم ما بیچاره است پروردگار عالم دیگه از بدبختی و بیچارگی کل ما را خلاص کنی کسایی که اینجا حاضرین مجلس کدام عذر شرعی داره پروردگار عالم دعایشان قبول و مقبول بگردان آمین پروردگار این حال خودت چی دعا میکنی برای ما؟ خود من دیگه ما دعا ثواب ما نداری دیگه ما نداریم
این قسم بگم که در دنیا تو خار ذلیل نکنه، ایمان کامل، ایمان درست خود تو قد برادر تو بیزی. سلامت باشین. قربانت. ما سپاسگزاریم از رحمان دلجو که دارنده کد نمبر 4444 می باشد و مبلغ 4000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که این مبلغ را نقداً به این پیرمرد برای رفع نیازهای اساسی خانواده‌اش پرداخت نموده. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.